الفاظات مداحا مستفیض میشیم در مواردی. اینی که اصرار میکنن که بلند گریه کنید لزومی نداره، آرام گریه کنن. وقتی میخوان سینه بزنن اصرار بر این که این صدای شما مثلا صدای این جمعیت نیست، صلوات میتونستن این صلوات این جمعیت نیست. شما بخواید صلوات بفرستن ولی تو دلشون، این درست نیست، چون اشک گرفتن از مردم هدف که نیست. این بی‌سوادهایی که غلط میکنن میگوین آهسته گریه کنید، امام ششم رئیس مذهب حدیث این حدیث فقیهی فقها ور افتادن، فقیه نائینیه، فقیه بروجردیه، فقیه حائریه، فقیه اینانن که میگویند سینه بزنید، زنجیر بزنید، خون هم جاری بشه. این فقیه فقاهت اینه. آهسته گریه کن. این غلط ها چیه؟ سیحه یعنی چه؟ سیحه عبارت از شیون. سرخه چیه؟ سیحه شدید سرخه است. امام ششم میگوید خدایا ترحم کن بر اون شیونهایی که بر ادای ما از این مردم سر میزنه. ورحم صرخة التي کانت لنا اللهم انی استودعک. بارالها من به تو به امانت میسپرم.